президенти Қирғизистон аз вазъияти марзи кишвараш бо Тоҷикистон дидан кард. дар Ӯзбекистон теъдоди вазорату идораҳои давлатиро кам мекунанд. ба шаҳрвандони Ӯзбекистон ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, акнун роҳкирояшонро давлат пардохт мекунад. ноболиғони авбош дар пойтахт боздошт шуданд. президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов дар доираи сафари корӣ ба вилояти Боткан рӯзи 24 декабр аз деҳаҳои Минорук ва Дустук, ки дар натиҷаи муноқишаи хунини рӯзҳои 14-17 сентябри соли 2022 осеб дидаанд, дидан кард. طبق گزارش خبرگزاری رسانه‌های قرغیزی، جباروف با رفتی ساختمان و تعمیر بناهای استقامتی شناس شده است. گفته می شود در دهه مین‌آروک کارهای ساختمانی در 37 بنای استقامتی ادامه داشته، در 16 تای آن کارهای آرایشی، در 10 تایش کارهای بامپوشی انجام داده شده اند. در دهه داستوک در همه 59 خانه ته‌کرسی به انجام رسیده، در 4 خانه دیوار ساخته شده، در 36 خانه پلیته ها و در 14 خانه بام نصب کرده می شوند. صادر جباروف دستور داد که برقرارسازی منزل‌های خراب شده ساکنان محلی هرچه زودتر انجام داده، کارهای ساختمانی با رعایت تمام معیارهای دخلدار مهم است. او همچنین دستور داد که این روستاهای نزد مرزی با زیربناهای موافق برای زندگی به راحت تامین شوند. جباروف برای امکان دریافت قرض‌های بفایز، رشد شبکه‌های آبیاری، امتیازهای اجتماعی، بنیاد راه‌های داخلی و انشاءات اجتماعی مخصوصاً مکتب‌ها به ساکنان وعده داد که در نوبت اول به نظر گرفته شده اند. در ازبکستان تعداد وزارت و اداره‌های دولتی را کم می‌کنند. طبق قرار پرزیدنت ازبکستان شروع از 1 ژانویه سال 2023 در ازبکستان تعداد مقامات خود اجرایی دولتی از 61 عدد به 28 عدد کم کرده می شود. تعداد وزارت ها از 25 به 21 عدد می رسد و 20 نهاد دولتی کاملا برهم داده می شود. بنا به فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان، تعداد کارمندان مقامات دولتی نیز 30% کم خواهد شد. به شهروندان ازبکستان که به مهاجرت مهنتی می روند، جبران پولی پرداخت خواهند شد. در این باره از خدمات مطبوعاتی اگنتی مهاجرت مهنتی در خارج ازبکستان خبر دادند. اکنون به همه شهروندانی که خود را ثبت نام کرده اند، جبران پولی پرداخت کرده می شود. یعنی به شهروندانی که زبان آموخته اند، ملکه های کسبی را از خود کرده اند و به مهاجرت مهنتی رفته اند، این مبلغ پرداخت خواهد شد. این مبلغ برای خراجاتی وابسته به سپردن امتحان‌های زبان‌های خارجی یا تخصصی کسبی، خریدن چیپته‌ها و گرفتن روادید کاری داده می شود. همه مهاجران مهنتی می توانند به اگنتی مهاجرت مهنتی خارجی و شعبه‌های منطقوی آن توسط مجموعه نرم افزار و سخت افزاری لابراتوری مهاجرت مهنتی آنلاین مراجعت کنند. ریاست قید می کند که همه درخواست‌ها در دوام 1 روز کاری بررسی کرده می شوند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت گروهی خوانندگان خبر داد که در شهر دوشنبه دست به اوباشی زده اند. شام 25 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که در آن لطوکوب 1 نفر نابالغ از جانب گروهی نورسان انعکاس یافته است. گفته می شود از پی این کارمندان مقامات میلیسیا حالت جنایتی مذکور را پر معین کرده اوباشان را دستگیر کرده اند. بنا به گزارش مقامات میلیسیای پایتخت، این حادثه سنه 30 نوامبر سال جاری در کوچه فردوسی شهر دوشنبه رخ داده است. خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی رقم 77، رقم 78 و رقم 57 که با همدیگر رفیقند، با مصلحت پیشکی 1 نفر خواننده صنف 8 مکتب رقم 5 را مورد لطوکوب شدید قرار داده، همزمان حالت اوباشی خود را نوار برداری و در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. این زمان همه گمانبران دستگیر و پرونده آنها از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی رقم 1 در ناحیه فردوسی مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد.